چه بود؟ دماغ نفس بگیرید، از مقعد خارج کنید. آی خوش اومدید به پرنگشو جدید. بگو دیگه. این پرنگشو گاده. بریم به اتفاق بچه‌ها قراره که با هم دیگه پرنگ بدیم کارو بدیم. علی آقا جونم. در اون جعبه رو باز کن. اون آبو بریز تو لیوان، جعبه رو بذار کنار، بلند شو. خب آخرش رو باقیشو شما بگو. بعد بپاشی رو مردم. آبو؟ بله. و خیلی منطقی باید قانعش کنی که امروز روز پاشیدن جهانی آب تو لیوان کاغذی رو مردمه. فقط قانعش میکنی. آره هر کی خواستم. نه دیگه اونی که ما میخوایم. رو این دو سه تا میتونی بریزی؟ رو کیا؟ اونها هاشن. کدومشو؟ یا بابا دل به کار نمیدی. داداش کدوم خوب؟ سه تا دیگه، اون سه تا رو گفتم. داداش یکیشو بگو بریزم دیگه. آمادگی نداری. آقا شما یکی رو انتخاب کنید یه نفر باشه. 3 تا من رو یکیشو بریزم او دوتا میان گلاویز میشن با من. نمیتونم قانعشو کنم که. دارم موش میزنن تو صورت قانعشون کن. حاجی یه مشکی داره میاد حاجی یه مشکی داره میاد. برم برو دوربینم قشنگ دارتت دیگه. از کات خارج نمیشه. سلام علیکم. امروز روز پاشیدن آب روی تیشرت. نه چون شما گرمت شد ما گفتم لباس مشکی هم داری. یه لحظه شما وای میستی. نه من ورزش. نه آخه یه صحبتی بکنیم با هم. من بس بعد بعد. خب شما رسیدی بس من خبر بده. چی این کارو کردی؟ امروز روز جهانی پاشیدن آب روی تیشرته. ما گفتم داداش چرا فوش میدی؟ نه وایسا صحبت میکنیم با هم. وای ببخشید. داداش ببخشید. دورت بگردم. عذرخواهی میکنم. ولی با کسی شوخی کن دفعه بعد ببین یکی در میاره میکنه تو گردنت. ولش کن. ببخشید عذرخواهی میکنم. ببخشید تو خدا. ما داشتیم یه پرنگ میگرفتیم، رفیقمون داشت به کاری که ما میگفتیم انجام میداد. خوبی آقا مانی؟ خوبی آقا سهیل نوکرتم. در اون صندوق تو باز کن آقا. خدا بدات کنه. باز کردی بخوره. اینا چیه؟ این سر باز کن. این چیه؟ نکن این شاشه. اینو در بیار از تو کیسه. یه شیلنگ داره اون. شیلنگشو بده بره تو شورت و شلوار. الان این بره توش؟ بره تو شلوارت. وای دهنتون سرویس. رفت تو. شما قراره بری پیش سوژه ها بشینی تو حین صحبت اونو بازش میکنی یهو از دست در میره میرزی رو شورتشون رو سوژه ها. عمیق بریزی تو شورتشون. من آماده. برو. سلام خواست. من میتونم بشینم اینجا؟ بشین آبه. من مریضم یکم. بگو عمل داشتم، جراحی داشتم. من عمل داشتم امروز، جراحی داشتم. از جراحی چی؟ ختنه کردم. آی بگو کشیده میشد رو زمین. داشت کشیده میشد رو زمین. رو گفتیم یه غذایی به گربه ها بدیم. گفتم دیگه اضافه شو بدم گربه ها، خودم هم بیام اینجا. آی آروم چیزشو در بیار. کیسه سندتو در بیار دستت بگیر. دیگه این اضافه ادرارم هم ریختن یه جایی بهمون دادن، گفتن به دردمون میخوره. نه بعضی وقتا دلم میگیره و غذا میریزه تو سفره. بعضی وقتا دستم میلرزه و غذا میریزه تو سفره. این دستشویی نیست این ورا من، این دیگه این آی داره میزنه. حاجی اینو میگیری یه دقیقه. اینو یه دقیقه.
یه دقیقه بگی. علی جان خوبی کجایی؟ خب بیا پایین اما رد شو برادر. لاتیشو با پر کنی. ببین یه نفر نیستن یا سه به تک بزن ببینیم چی کار میکنی آجی. گذاشتی رو اسپیکر بگو الو. الو جناب بگو. ببین داداش الان کجایی تو چمنم همونجایی که گفتی دیگه. ببین 3 نفر بودن بهم گفتش نمیدونم خانم چه شلواری داری زیرش چیه و فلان و اینا. خب گفتم چه حرفی میزنی آقای محترم. تیشرت بنفشی ایشون تنش بود یکیشون مشکی بود یادم نیست ولی 3 نفر بودن شلوارشون هم دیگه خب چی گفت؟ گفت نمیدونم خوشگل خانم زیر لباست چی داری؟ کجا همین چمنه؟ آره پایین دقیقا میدونه دیگه. همونجا که بغلش دارن فوتبال بازی میکنن. اوکی. خدافظ. دختر مردم فوش میدی؟ کسی فوش ندادیم. به ناموس مردم فوش میدی؟ کسی فوش ندادیم. ما از وقتی الان خواهر من چی داره میگه؟ به خدا به کسی میگه از اینجا رد شده. بیارش اینجا به خواهرتون بگو میگه اینجا ما رو ببینم ببین ما بودیم یا نه. من بگم بگم فوش ندادیم آقا. یه دقیقه وایسا دست من از نزن. تو خود ناموس داری یا نداری؟ نمیخوام آبتو نمیخوام. ما برای چی هستم ما نشستیم اینجا اینا دارن فوتبال بازی میکنن. خب داره آدرس تو رو میده. دو تا مشی بنفش چی داره میگه؟ من بنفش نپوشیدم. این چیه؟ زرشکی قرمز این. دستشونو بگید بلندشون کن. پاشو تو پاشو. یه دقیقه ولش پاشو وایسا. گوش کن یه دقیقه. ببین امروز خون میریزم. بس ناموسیه. حالا بشین حالا همتون بشین حالا همه بشینید. بشین ببینم. بشین نه پاش بشین الان. بشین نداشت. نمیخوام پاشی بشین. یه دقیقه تو بشین میشینم. نداریم. بشین میگم. بگو فکر کن من خواهرتم دوست داری که بندازم اصلا من خواهرتم فوش میدی؟ بشین یه دقیقه بابا جنگو دست ول کن. چی؟ شما خواهر داری خودت؟ ببین حاجی ول کن ما شما ناموس داری؟ حاجی چی بگو حاجی شما تیکه انداختی؟ تو تیکه انداختی؟ نه حاجی برو تو محلش میگم. سهیل برو سمتش. برو پیشش بشی. صحبت کنید دیگه بگو چطوری فلان. چند وقت نمیکشی سیگار اول بگو سیگار داری؟ سیگار میکشین شما؟ سیگار بگیر ازش بعد شروع کن به نصیحتش. ببخشید آخرین نخو با هم بکشیم. میدونستی پولای سیگار رو جمع میکردی الان بنز داشتی؟ میدونستی اگه سیگار رو الان نمیکشتی با پولاش میتونستی یه بنز بخری؟ چرا؟ تو اوج بودی. بگو میخوای ترکت بدم؟ میخوایم ما ترکت بدون؟ ترکه رو بگو ما چک و لگدی ترک میدیم. الانم دفعه بعد ببینم سیگار تو لبت یه چک میخوام اونم زیر میشه. اینجا حالا الان خوش رفتار کردم معمولا با چگد و لگد رو چیز میکنم سیگار رو میگیرم از دست بچه به خدا دفعه بعد ببینم اینجا چک و لگدی میکنم. دوباره داری میکشی که؟ آقا داری میکشی که باز سیگار رو بگیر له کن با پالت. آره بگیر الان یاد دارم مرحله 2 چک و لگدیت کنم. ببین اینو به من بدینش یه لحظه تو بابا بدش دیگه هی میکشی من برم فندک بهشون بدم رهگذر. ببین الان مانی رد میشه فندکشو بگیر. فندک داری؟ سیگارم داری؟ بله بفهم. سیگارم داری؟ گوه میخوری سیگار داری؟ بده من برو. گوه میخوری سیگار میکشی؟ حالا برو پیش یارو هر چند تا اسب روشن کن. با هم روشن کن بکش. بیا همون اینستان خوبه. بیا اینو بگی بالا خودتو بگی ببین ترک کردی این روش عالی ترک. همه چی حال روشن کن بکش. ای خدا از دیدار شما سی نیست. مراقب بخورم. قربونت کجا رفتی؟ میام آب بخورم میام چیره. الهی فدات شم من مراقب کنم که خالیه. بیا فدات شم. نداری سیگار اینو ببین من روشن کنم بهت نشون بدم ببین عمر آدم مثل همین سیگار. کجا میری؟ بیا یه دقیقه با من حرف بزن من غریبم. تو رو قربون بیا پیشم یه لحظه یه دقیقه تو رو خدا الهی فدات شم. ببخش من مأمورم اصلا معذورم یعنی ببخش فدات بشم من عذرخواهی میکنم ما سیگار شما رو کشیدم نکشیدم. بله مال دنیا همینه میاد میره دهنتون سرویس.
بنده خدا مغزش گوزید. داداش برو سمت یارو بگو من کارآموز ماساژم. با سلام. خوب هستین؟ آقا میتونم یه لحظه بشینم باهاتون صحبت کنم؟ ببخشید من ماساژورم نگاش نکنید. من ماساژور جورایی کارآموزم. هنوز مدرکم کامل نشده. خب بعد گفتن که باید برای کامل شدن مدرک بیام توی خیابون مردم ماساژ بدم، ازشون رضایت بگیرم تا مثلا مدرکمو یه مرحله‌شو رد کنم. بعد ماساژ بدی برام. آره می‌خواستم اگه اوکی باشین سر و گردن فقط. شما همینجوری که خواب هستین من یه ماساژ بدم ببینم نظرتون چیه. ولی بگو نفس عمیق اول بکشید. نفس عمیق بکشید. به چیزای خوب زندگیتون فکر کنید. به چیزای خوب زندگیتون فکر کنید. مثلا من که الان دارم شما رو ماساژ میدم. به صورت رایگان پشتتون اگه میشه صاف کنید. نفس عمیق از دماغ بکشید، از مغز بدید. دماغ نفس بگیرید، از مقعد خارج کنید. من اینجا دارم راهشو براتون باز میکنم. بگو میخوام یه دقیقه متمرکزتون کنم، با طبیعت کانکتتون کنم. فقط به هیچی فکر نکنین دیگه. مرحله بعدی واسش انرژیه. فقط آروم دست بزن، کفششو بردار. نفس عمیق بکشید. آروم ببین اونجا بدون که صدا پات بیاد دور شو. بگیم بودم. بگید یکی بیاد منو بگیره. بگو من بردم دمپاییاتون رو براتون تمیز کنم که ما انرژی برگرده به دمپایی. آقا سلام. این جزئی از ماساژ بود. جدا از ماساژ هم ترکیبیه. ترکیبی از ماساژ و یکی از درس‌های زندگی که اینه که قدر چیزایی که داریم رو بدونیم. الان به خاطر مثلا دمپاییتون واسهتون مهم بود که تو زندگی دارید و باید قدرش رو بدونید. به خاطرش بلند شدید دنبال من اومدید. مهم نبود اینجا تا خونه پالوخ نره مهم. آره میگم که باید قدر دمپایی دونستی که بالاخره خدمت شما. ببخشید ما یه دوربینم اونجاست. ببخشید شوخی کردم باهاتون. دمتون گرم. عشق دادیم.